خیلی مخلصیم. اگه شیرپیسوار خونتون از این قسمت زیر دسته آب میره یا دسته شل هست، این ویدیو رو تا آخر نگاه کن، خیلی ساده و خفنه. اینجا 4 دوسو رو میندازی، فیلترش رو باز میکنی. وقتی که فیلتر در اومد بیرون، این قسمت آلن خوره، یه آلن 8 میخواد. آلن 8 رو که بندازی این قسمت باز میشه، زیرش هم یه تفلون داره. اینو که باز کردی، حالا ما باز شدهش رو اینجا داریم، بهتون نشون میدیم کامل. ببینید این تفلون از توش در اومد بیرون و این گوی اینجا یه شیار داره. این شیار باید بیفته داخل اون دسته، اونم براتون در میارم. این دسته رو هم با 4 سو باز میکنیم، میندازید کنار، میشه این قسمت. وقتی که به این قسمت رسیدید، اینجا یه ضربه کوچیک بزنی، در میاد بیرون که دسته بهش وصل هست. اینجا 2 تا واشر داره. این واشرها رو جاش نوار تفلون بپیچ، اگر پیدا نکردی مجدد بنداز سر جاش. وقتی که انداختی سر جاش، این قسمت باید شفت این شیاره بشه. و سلام، بفرست برای بقیه دوستات.